اینجا ولسوالی کوبند ولایت کاپیساست، جایی که با فرارسیدن فصل توت میزبان جشنواره میله عنعنوی توت می شود. امسال نیز جشنواره عنعنوی توت از سوی امریت گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ کاپیسا در این ولسوالی برگزار شده است. در این برنامه شماری از مسئولان محلی، فرهنگیان، نویسندگان، شاعران و باشندگان ولایت‌های کاپیسا و پروان حضور داشتند. مسئولان محلی میگویند برگزاری چنین جشنواره‌ها افزون بر معرفی فرهنگ و عنعنات بومی در بازاریابی محصولات باغداری و ایجاد فضای همدلی میان مردم و حکومت نیز نقش مهمی دارد. جشنواره یا میله توت ولسوالی کوبند یکی از جشنواره‌های محلی ولایت کاپیسا است که در ولسوالی کوبند ثبت است و این جشنواره بعد از این برگزار میشه تا بازاریابی به محصولات محلی مردم صورت بگیره و حداقل محصولات کشاورزای ما به صورت یک بازار خوب پیدا بکنه و این معرفی شه به سطح ملی و به سطح منطقه و خوشبختانه معرفی شده و بیشتر امو تاجران میان از اینجا به کشورهای مختلف کانادا، امریکا، ترکیه، چین، هند صادر میشه. در همین حال شماری از فرهنگیان و اشتراک کنندگان این جشنواره میگویند برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مردمی زمینه رشد اقتصادی، حمایت از باغداران و معرفی محصولات محلی را فراهم می‌سازد. به گفته آنان میوه توت در کنار ارزش اقتصادی از جایگاه تاریخی نیز برخوردار است و در دوره‌های مختلف از جمله در جریان جنگ‌های افغان و انگلیس مورد استفاده مردم و مجاهدین قرار گرفته است. آنان بر حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند تاکید می‌کنند. بخصوص جنگ‌های سه‌گانه بین افغان‌ها و انگلیس‌ها در اونجا تلخان و توت از جمله ارزشمندترین غذاهای بوده که حماسه بار آورده. در اون جنگ‌ها و از تلخان و توت یادآوری شده و حتی میگن که در دروازه لندن به شکل افسانوی کنده تلخان در اونجا گذاشته شده به شکل تاریخی در موزیم لندن. حاصل دهاقین را بیشتر میکنه چون اونا شوقمند و علاقمند جمع‌آوری و کشت همین چیزها و همچنان غرس نهال‌هایی است، مثلا میوه‌جات، چه توت باشه، چه مثلا چهارمغز باشه، چه گیلاس باشه، چه و مثلا انواع میوه‌هایی هست که ما و شما در وطن ما داریم. اینا را وادار میسازه که اینا دیگه هم غرس بکنن تا سیاحین داخلی حتی اگر شد مثلا نیاز بود خارجی بتونن اینجا بیاین و از این مستفید شون. جشنواره میله عنعنوی توت هفتمین جشنواره ثبت شده در ولایت کاپیسا از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به شمار می رود. این جشنواره همه ساله از سوی امریت گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ کاپیسا با هدف پاسداری از فرهنگ بومی، معرفی جاذبه‌های گردشگری و حمایت از محصولات محلی برگزار می شود.